odam benamoz gusvanda kushat, masalan, gusvanda kushtagich halol meshad yo ne? Ya'ni namoz ma'ruf, namozning duyum rukni islom. این مثلا چیزی که یعنی بعد از میومدگی چیز عموما یعنی مسئله یعنی نماز ترک کردن نماز یعنی گناه کبیره اعوذ بالله یعنی که بعض بین اهل علم خلاف شده که بعضی اهل میگن که بچه میشه کافر میشن میگن لیکن ابن قدامه رحمت الله علیه مغنینده میبیارن میگوید که اگر میگوید آدم مثلا میبیارد آدم بینماز میگوید یعنی از مذهب امام احمد ابن حنبل روایت چه میبیارد میگوید که یک روایت از احمد اومده است که بینماز چه کافر میشه و ابن بطه رحمه الله روایتی از امام احمد دیگر روایت ذکر کرده میگوید که تارک صلات چه کافر نمیشه و همین مذهب چه میکند راجح میگوید همین مذهب راجح و ابن قدامه میگه که این مذهب امام ابو حنیفه و شافعی و مالک تارک صلات چه کافر نمیشن میگوید یعنی تو دلیل میبیارد که دلیلش حدیث حذیفه رضی الله عنه این حدیث نسائی ابن ماجه از طریق سهیل ابن ظفر روایت میکرد که یعنی حذیفه میگوید که رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که روز میبیاد که آدم ها غیر از لا اله الا الله یگان چیز نمیدونند نه نماز نه زکات نه روزه نمیدونند این چیزا سون سهیل میگوید که سهیل ابن ظفر یکی از شاگردای حذیفه میگوید که یعنی همین حالتند اینا به میگوید همین لا اله الا الله یردام داده میتواند گفت حذیفه میگوید که تنجیهم یعنی فایده میتن میگوید برای که دیگه چیزا علمش دیگه چیز بود فهمیدید هم به میگوید که نه چی میشه یعنی تارک صلات چی میشه میگوید کافر نمیشه سون با همین که میبیارد ابن قدامه از همین طریق والان یکی از تابعین ها نامش والان الحنفی یعنی از بنی حنیفه از قبیله یمامه گفتیم که یعنی از بنی تمیم یعنی والان حنفی رحمه الله یک روز این اثر ابن قدامه میبرد و اصلش تاریخ کبیران بخاری میبیارد ترجمه والاننده خونش میبیاد که گوسفند کشته هم میگه که گوسفند کی کشت میگه که من غلام یکی از غلام های میگه که وای نماز نمیخونه دو میگه زنها میگه که خیلی ما تعلیم دادیم بسم الله گفتن بسم الله گفته کشته که نماز نمیخونه سون میگه نزدیک که با اومدم نزد عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه با اومدم همین واقعی شده دیگه نقل کرده تیم گفت که کلهو خور گفت گرچه وای نماز نمیخونه وای غلام نماز نمیخونده باشم چیکار کنم گفت درجه باقی ندارد خور گفت یعنی چیه همین گوسفند کشتگیشه فهمید انا علم مثلا ابن قدامه رحمه الله مغنی من روایت میکرد که یعنی میگفت که یعنی میشه میگه لیکن علی کل یعنی مسئله نماز به نبوت که آدم اهمیت داره نماز ویتر یک رکعت خوندن میشود نماز ویتر اصل یعنی از رسول صلی الله علیه و آله و سلم از رسول صلی الله